ویدیو قراره بریم با هم چند تا از به درد نخورترین وسایلی که دارم رو ببینیم. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ یونیکسن هستم و امروز با یه ویدیو جدید اومدم. اول میخوام از این 3 تا دوربین که محض رضای خدا هیچ استفاده‌ای ندارن شروع کنم. خب من این 2 تا دوربین رو همزمان از دیوار خریدم. اگه اشتباه نکنم اینو 200 تومن و اینو 100 تومن خریدم. بعد وقتی که داشتم اینا رو می‌خریدم با خودم فکر کردم که خب آره الان اینو میرسه دستم و من میرم باهاشون عکسای خفن میگیرم از این عکسایی که تم قدیمی داره و کلی حال میکنم. ولی غافل از اینکه فیلم اینا اصلا دیگه تو ایران نیست. تو خارج هست، تو ایران نیست. خلاصه که اون روزی که اینا رسید به دستم همسرم گفت چی خب الان میخوای با اینا چیکار کنی؟ منم گفتم خب میخوام برم باشون عکس بگیرم. گفت فیلمشون نیست که. گفتم نه بابا اشتباه میکنی، هستش، عکاسی‌ها میفروشن. گفت عمرن اگه باشه بیا بریم بپرسیم. رفتیم از چند تا عکاسی پرسیدیم و همشون گفتن که فیلم اینا دیگه تو ایران نیست. و حتی اگر 1% هم پیدا کردین کسی نیست که عکساشو واسهتون ظاهر کنه. و همونجا بود که من یه شکست بزرگ خوردم و نه تنها نتونستم از اینا استفاده کنم بلکه الان فقط به عنوان دکوری روی پیانوه. این یکی هم که خیلی بامزه و شبیه سوسیسه، همسرم واسه روز تولدم بهم داد و گفتش که تو که خیلی این دوربینا رو دوست داری، اینم به عنوان دکوری به اونجا اضافه کن. این 3 تا از مواردی بودن که من واسهشون پول دادم ولی نتونستم هیچ استفاده ازشون بکنم و الان فقط به عنوان دکوری ان. بریم سراغ موارد بعدی. این میز سراسرش پر از وسایلی که به درد بخور بودن ولی من به درد نخورشون کردم. اول از همه با این جعبه ارزشمند شروع میکنیم. من 1-2 سال پیش از دیجیکالا یه دونه سازدهنی یا هارمونیکا خریدم و گرفتم که ازش استفاده کنم و بتونم باهاش قله های موسیقی رو طی کنم. ولی نه تنها قله ها رو طی نکردم بلکه رفتم تو دره ها. واسه براتون یه تیکه بنوازم. The road is long. این از این هارمونیکا که خیلی به ندرت ازش استفاده میکنم. خیلی دوست دارم یاد بگیرم ولی نفس خیلی زیادی میخواد که من ندارم. اگه دوست داشتین همیشه بزنم واسهتون تو ویدیوها بهم بگین. این 3 تا جعبه همراه با این پلاستیکی که میبینین توش پر پاک کنه. من اون سالی که پیش دانشگاهی بودم خیلی به پاکن جمع کردن علاقه پیدا کردم و میرفتم پاکن میخریدم و کلکسیون پاکن زیاد میکردم و همه اون پولا شد این 3 تا جعبه همراه با اون پلاستیک. یه چند تا از خفناشو بهتون نشون بدم. ست فسفود، آب نبات چوبی، ست میوه ها، فکتیس. من علاقه خیلی زیادی به پاکن فکتیس داشتم که انواع و اقسامشون رو دارم. اینا به علاوه خیلی های دیگه همه پاکن فکتیس منن. از این پاکن ماتیکیا که یه زمان خیلی مد شده بود. این خوشگله که جعبش و محتویات توش خیلی قشنگه. این خیلی خیلی قدیمیه، شاید 4 سال 5 سالم بود که مامانم به عنوان روز کودک واسم خرید و توش پر قورباغه کوچولوه. اینو خیلی دوست دارم. اینم ست مهر انگری برزه که بابام واسم خرید و ببینید اون موقع 5,800 بود. الان فکر میکنم راحت 50,000 تومان باشه. تو این جعبه هم خیلی چیزای باحالیه. اینا که پاک‌کنای انگری برزن. این که شبیه بسته آدامس و شکلاته. پاک‌کنای تخم مرغی خیلی نازن. این پاکن صابونی که 8,400 بوده اون موقع قیمتش. یه پاکن میلان گنده‌بک. این تو پر ریزه پاکونه. من بینشون کاغذ گذاشتم چون نمیدونم چرا یه سری پاکونا رنگ میدادن به اون یکی‌ها. و لابلای همه این کاغذا پر پاکونه. اگه دوست داشتین همه این پاکونا رو تک تک ببینین حتما بهم بگین که ویدیو جداگانه واسه اینا بسازم. پر از پاکونای فکتیس انواع و اقسام. از این فکتیس پاستیلیا. فقط بوی این پاکونا خداست. این جعبه‌ای که می‌بینید من بچه بودم بهش میگفتم جعبه گنجینه ها و تا دلتون بخواد چیزای به درد نخور توش فراوونه. یه سری کلشو بهتون نشون میدم ولی الان میخوام به درد نخورترین چیزایی که توشن رو بیارم بیرون. اول از همه میریم سراغ جعبه جواهراتم که توش پر شده از سنگریزه های آشغالی. باورتون نمیشه که من اینا رو به عنوان گنجینه واسه خودم نگه داشتم و شامل داغون ترین سنگایی که رو زمین وجود داشتن هستن. محض رضای خدای سنگ خوشگل توشون نیست. گنجینه بعدیم شامل این نمیدونم گردنبند چیه دقیقا نمیدونم. یه چیزای پلاستیکی بود که به سر مداد وصل می‌کردن. به سر مداد که نمی‌کردنش تو مداد که مثلا وقتی دارین با مداد می‌نویسین هم نرم باشه هم دستتون لیز نخوره. بعد من نشستم دونه دونه اونا رو بریدم انداختم تو نخ و شد این. و نه تنها از این پلاستیک‌ها که به درد بخور بودن هیچ استفاده‌ای نکردم بلکه خرابشون هم کردم و
هیچی دیگه، تبدیل شدم به یه آشغال. چیزایی که قراره تو این باکس بهتون نشون بدم مطمئنم اصلا دیگه تو دنیا به درد نخورتر از اینا وجود نداره. نخ آبی، سیمای بدمینتون که اون موقع فکر میکردم خیلی خفنن، این ولی جدا باحاله. اینو ببینی الان یه دونه مداد کامله دیگه. این مداداشو ببینین کاملا محکم بدون هیچ چیزی و مداد نصف شد. این باحاله خدایی. اینو توی این کاغذها که من مثلا حالت پاکت درستشون کردم و با چسب بسته بندیشون کردم، آشغال پاککنه. بله، من آشغال پاککن رو به عنوان گنجینه نگه می داشتم. این انصافا جعبهش باحاله. اینو خیلی بچه بودم از توی باکس در آوردم، ولی توی جعبه چیز آشغال فراوونه. پاککن هایی که استفاده کردم و تهشون مونده. یه چیزی میخوام بهتون نشون بدم که به عمق فاجعه پی ببریم. اینا همه تبلیغایی هن که مینداختن جلو در خونمون و من اونا رو جمع میکردم. شرکت تهران پیشتاز، ساندویچ ویژه راز، شعبه نیلوفر، تعمیرگاه مرکزی. وای نگم واسهتون از فاجعه بودن محتویات این جعبه. اگه دوست دارین همه محتویات این جعبه رو بهتون نشون بدن، حتما بهم بگین که یه ویدیو واسش بسازم. خب بچه‌ها، این ویدیو هم تموم شد. اگه می‌بینین یه ذره صورتم برق میزنه، واسه اینه که هوا به شدت گرمه و علاوه بر گرم بودن به شدت دم داره و من الان واقعا دارم خفه میشم. شما بهم بگین که از بچگی تا الان چه چیزایی به درد نخوره جمع می‌کردین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، اگه کانال منو ساب ندارین سابسکرایب کنین، اگرم خیلی از ویدیو خوشتون اومد واسه دوستاتون بفرستینش. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.